منتخب تاجیکستان تحت راهبری متخصص گورجی گلا شکیلادزه تمرین‌های آخرین خود را پیش از بازی مقابل تیم ملی عربستان سعودی انجام داد. مشق‌ها از روی رژه تحریزی شده شبانگاه 1 ساعت دوام کرد. با عقیده سرمربی گلا شکیلادزه فوتبالبازان در حالت خوب جسمانی اند و به رقابت آماده اند. رقابت با تیم ملی عربستان سعودی اولین بازی من به حیث سرمربی تیم ملی تاجیکستان است. پیش از واخوری با عربستان سعودی 10 روز آمادگی دیدیم. در قطر جمع تعلیمی پرثمر داشتیم. همه بچه‌ها الکی به دست پیوستند. عربستان سعودی یک از تیم‌های پرقوت آسیا میباشد. ما بازی‌های رقیب را هم در مرحله انتخابی جام جهان 2026 و هم در جام آسیا 2023 تماشا کردیم. تیم ملی عربستان سعودی بازیگران حرفه‌ای زیاد دارد و ما را بازی دشوار انتظار است. ما آماده ایم. امیدوارم که اینجا به نتیجه خوب نائل می‌گردیم. منتخب تاجیکستان با لباس سرخ و تیم ملی عربستان سعودی با لباس سفید به میدان میبرآیند. پس از 2 دور مرحله انتخابی، منتخب عربستان سعودی با 6 امتیاز در گروه جی پیش صف است. یکاچین تاجیکستان 4 خال دارد. بازی سوم دور دوم مرحله انتخابی جام جهان در گروه جی میان دسته‌های منتخب عربستان سعودی و تاجیکستان امروز 21 مارس در ورزشگاه دانشگاه شاه سعودی شهر ریاض برگزار می شود و ساعت 23:59 به وقت دوشنبه شروع می گردد. جریان رقابت‌ها را مستقیما تلویزیون ورزش پخش می سازد.